پرونده دیانا ایوانووا در دادگاه شهر الماتا پس درهای بسته صورت میگیرد. دیانا 14 ساله در حضور مادر یعنی ایوانووا نقل کرد که چگونه 6 سال عمرش را فقط در خانه سپری میکرد و روی فرشی سخت میخوابید. دیانا بعد از تصادفی از اسارت رها شد و او را یکی از دوگانه‌های مادر به فرزندی گرفت. حالا در مکتب تحصیل میکند. دختر را بازپرسی کردند. دلیرانه به سوالهای دادرس جواب داد. از زندگیش حالا قناعتمند و خوشحال است. مادرش نادیا را بسیار دوست می‌دارد. با او چیزی لازم نیست. در مکتب هم با بهای اعلی می‌خواند. داستان دیانا بار اول سال 2011 به گوش مردم قزاقستان رسید. بعد از آنکه او را به شفاخانه آوردند، او را با عصا بغل بیبیش زده مجروح کرد. بیبی را از حق معاشرت با دیانا محروم کردند و سپس به روسیه اخراج کردند. بعد از همین حادثه دیانا با مادر تنها ماند ولی زندگیش به نشد. به مکتب نمی رفت و روی فرش می خوابید. هر وقت مهمان می آمد او را در جوان پنهان می کردند. اما اسرار مادر افشا شد. نادژدا بورسوکووا یکی از دوگانه‌های دیرینه مادر دیانا از وضع بد زندگی او با خبر شده برایش مواد غذایی آورد و دیانا را دید. یادم هست که در روی فرش لطه و کرپه ها پریشان بودند. ناگاه چیز جنبید و من ترسیدم و همان بار اولین دفعه روی دیانا را دیدم. مادرش که تا آن روز می گفت دیانا در روسیه در نزد بیبیش است و درس می خواند، بعد دوگانش دروغ گفت که او را چند پیش به خانه آورده است. انا ایوانووا بعد دوگانش وکالتنامه نوشت که می تواند دخترش را به فرزندی بگیرد. من باید کودک را نجات می دادم، چون وقتی دیدم گفتم نباید در چنین شرایط زندگی کند. بعدا شوهرم که خودش در یتیم خانه بزرگ شده است مرا تشویق کرد که دیانا را به خانه بیاریم، فقط به این شرط که با ما بماند. به یتیم خانه نبرند، چون که با این رویش در اینجا حالش بد می شود. منظور از روی دیانا خرگوش لب بودن و هم دهان و بینی دختر است که در نتیجه لطوکوب مادر و بیبی کج شدند. دیانا یک بار خواسته است از طریق بالکن خانه بگریزد و با کودکان در بیرون بازی کند، اما از طبقه سوم به پایان افتاد. همه این حادثه ها را در دادگاه نقل کرده است. برای چنین مناسبت ظالمانه ممکن است مادر او را تا 10 سال از آزادی محروم کنند.